پیش از آغاز کردن درس امروزه اگر به کانال ابونه نشده باشید لطفاً ابونه شوید و نوار لایک گذارید. فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح ها نویسید. این نوار را با دوستان و نزدیکانتان روان کنید. برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. چون همیشگی درس امروزه را نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روز امروزمان چنین است: Take a loan and get married. You pay the loan but wife remains. by سعید مراد دولتов. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: قرض گیرید و ازدواج کنید. قرض را می دهید اما زن می ماند. سخن سعید مراد دولتov. New words کلمه های نو. Think فکر کردن. I think that من فکر می کنم که. Think about فکر کردن درباره. About درباره. Opinion عقیده فکر و یا نظر. Weather باد و هوا. Busy مشغول. Friendly مهربان. Kind مهربان. Delicious با لذت. Terrible دهشتناک. Excellent عالی. Awful برباد و یا بد. Boring دلگیر کننده. Confusing پیچیده. Interesting عجیب. Wonderful فوق‌العاده. Outside بیرون. Inside درون. Marry و یا get married اویله‌دار شدن، زن گرفتن و یا شوهر کردن. Marry off اویله‌دار کردن، زن دادن و یا شوهر دادن. Loan قرض. اینک رسیدیم به پایان یک درس دیگر. اگر به کانال ابونه نشده باشد لطفاً ابونه شوید و نوار لایک گذارید. برای بهتر کردن صفت درس ها فکرهای خود را در شرح ها نویسید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید. برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً با ما باشید. با ما زبان انگلیسی را آسان و رایگان آموزید.